یعنی اینکه چرا 2/3 حقوق‌های کشور دست برادران لاریجانیه؟ ولی هیچ کدومش توسط کس دیگه منصوب نشه. فامیل بازی یعنی کسی که قدرتی داره فامیلاشو بیاره تو جای مختلف. الان شما تو قوه قضاییه هستید، داداشم بالاست، این میشه فامیل. ببینید من قوه قضاییه از زمان آقای یزدی بودم، ستاد حقوق بشر زمان آقای شاهرودی به من داده بودم. بعد از اون تغییر نکرد. بنابراین من مقدم بر اخوی این دائم العمره، سمت خاصی نمی‌کنه. ببینید یعنی سمتای شما میگیرید دائم العمری است دیگه. نه دیگه تموم میشه. ببینید ما اکسیدنتالی، یعنی به طور حادثه‌ای، اخوان لاریجانی در مسائل قدرت هر کدوم از مسیر خاص خودش. علی آقا رأی آورده، من چیکار کنم؟ بگم که مردم قم بهش رأی ندن؟ بله. یا این منطقه، این کاملا منطقه. بعد اخوی آیشه صادق از فقهای آیت الله آملی، از فقهای حوزه علمیه بوده. حالا الان از هم حمایت خواهنده که با رأی مردم اومدن بالا، الان از هم حمایت خاصی نمی‌کنن دو تا برادر که این حمله بر فامیل. ما که اصلا حرفامون که گاهی شما کلی اختلافات خاص. شما عرض می‌کنم اون دو تا برادر شما که مغازه‌تون روشن. آیت الله آملی آدم خیلی صریحیه. حالا وقت ممکنه مثلا به خاطر یه مصلحتی حرفش نزنه، ولی حرفش بزنه خیلی صریح میزنه.